شهر من ای شهر پر آوای درد، ای نشان پایداری در نبرد. زیر هر گامی شقایق کاشتیم تا که این پرچم فرا افراشتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر معمار بزرگ انقلاب، پیر جماران امام عشق. سلام بر رهبر فرزانه و جانباز انقلاب. با سلام و درود به مردم فهیم و مؤمن خرمشهر و مینوشهر که بنده را به عنوان امین و وکیل خود انتخاب کردند. حتی بالمهد مجروح يبكي وتايه أفكاره على كارون يا الناس كونا صبح عبارة. راح النخل والأملاك صدق ما بقت شارة من ماي المالح مليانه. سلام بر خرمشهر، سرزمینی به وسعت آسمان. سلام بر دستهای پینه بسته، بر دلهای شکسته، بر خستگیهای زنان و مردان خسته. سلام بر شلمچه و کارون دل شکسته. سلام بر مردمی که نفتشان ایران را روشن کرده ولی خانه هایشان همچنان خاموش است. سلام بر مردمی که رودخانه کارون از میان شهرشان میگذرد ولی نه آب قابل شرب دارند و نه هوای قابل تنفس. تعرفه آب شیرین میدهند، آب شور مینوشند. سلام بر شهری که به موزه جنگ مبدل شده و فقط در سوم خرداد یاد می شود. سلام بر مردمی که گرد و غبار از یک طرف و بیکاری از طرف دیگر امانشان را بریده، امانشان را بریده، امانشان را بریده. دیده بگشا ای به شهد مرگ نوشینت رضا. دیده بگشا بر عدم ای مستی هستی فضا. میخواهم ندای مظلومیت خرمشهر را فریاد کنم، اما لأی امور و اشکو الیک. از مردمی که تنها بیمارستانشان با تمام تلاش پرسنل زحمتکش آن بر اثر عدم وجود امکانات و کمبود پزشکان مجرب به کشتارگاهشان مبدل شده. جناب آقای رئیس جمهور، در کشورهایی که حتی اعتقاد به اسلام ندارند برای حفظ جان حیواناتشان ارزش قائلند. شما که خود را صحابه امام زمان می‌دانید، چرا فکری برای جان این مردم نمی کنید؟ یا از مردانی که مسافرکش و خود اسطوره مقاومتند که این در چهره‌هایشان مشهود است اما آنقدر در پنجه‌های زمخت فقر فشرده شده‌اند که شرمنده همسر و فرزندان خود گشتند. آیا به راستی فرزندان شما دولتی ها درد بیپولی و بیکاری را کشیده‌اند یا رفاه و آسایش کامل در حال ادامه تحصیل در داخل و خارج کشورند؟ دیده بگشا رنج انسان بین و سیل اشک و آه. کبر پستان بین و جام جهل و فرجام گناه. تیر و ترکش خون و آتش خشم سرکش بیم چاه. از پرسنل زحمتکش نیروی انتظامی و مرزداران دلیل آن که میبایست امنیت شهروندان خرمشهری را تأمین کنند از جزئی ترین امکانات از قبیل خودرو و تجهیزات کشف کننده، از امکانات رفاهی و آسایشی برخوردار نیستند. نتیجه آن می شود سرقت‌ها و قتل‌های مکرر. جناب آقای احمدی مقدم، هشدار ناامنی خرمشهر را جدی بگیرید. امکانات و نیروی انتظامی را زیادتر کنید. این در حالی است که 51% طلای سیاه در خوزستان تأمین می شود. لااقل به خاطر امنیت مردم خرمشهر که هیچ، به خاطر استفاده بهتر از نفت به جهت رفاه و آسایشتان در تهران برای آنها فکری کنید.
از اخراج گاه و بیگاه جوانان بومی و تعطیل شرکت‌ها و کارخانه‌هایی که از بی‌تدبیری مدیران فسیلی و انتصابی غیر بومی‌تان، از سرریز نیروهای دولتی که نتوانستید منافعشان را در تهران تأمین کنید، آنها را به خرمشهر می‌فرستید و حق مردم مظلوم این خطه را از گلویشان گرفته و در شکم آنها می‌ریزید. اطلاعی دارید یا دوست دارید به ترتیب همه آنها را بگویم؟ جناب احمدی نژاد، اگر این موارد را می‌دانستید که شعار همیشگی عدالتتان را زیر سوال بردید و اگر نمی‌دانستید پس بدانید در دولت به اصطلاح خدمتگزار و عدالت محورتان و دولتی که فقط شعار عدل علی و ادبیات مهدوی را دم میزنید چه میگذرد؟ دیده بگشا نقش انسان مان با جامی تهی، سوخت لب مرد لیلی، خشک شد سر سگی، زاگهی من جهل ماند از آگهی. جناب آقای احمدی نژاد، گفته بودید که فرماندار خرمشهر میشوید و اگر آب شیرین به این شهر نرسد وزیر را در لوله به جای آب میگذارید. آیا به راستی وقت آن نرسیده ایشان را از لوله ها خارج کنید تا ضمن جلوگیری از زنگ زدنشان در لوله ها راه آب شیرین باز شده و مردم مزه آب قابل شرب بنوشند؟ در قاموس ما ایرانیان مرد را از حرفش میشناسند. شما را در مقابل این قاموس قرار میدهم، شاید به وعده هایتان عملی کنید. آقای احمدی نژاد، جناب آقای رئیس جمهور، دعوت میکنم به خرمشهر بیایید. فرستاده ای نفرستید تا ضمن سیاحت و زیارت چند روزه چمدانهایشان را پر از سوغاتی کرده و چشم و گوش بسته به نزدتان بازگشته و حدیث مظلومیت خرمشهر را به گوشتان به شکل دیگری برسانند. دعوت میکنم از بالگر پایین آمده و با ماشین های لوکس و آخرین سیستمتان در خرمشهر چرخی بزنید و از مناطقی همچون مصلاوی، ابوجده، سوره، سرهانیه، جدیده، عباره، زمین شهری، مولوی، ام طلول، طالقانی، کوی آریا، کوی بهروز، کوت شیخ، توبیجات، منیخ، شنه و مهرزی، کارون و مینوشهر گذر کرده و رفاه و آسایش را برای اندکی کنار گذاشته در خیابان‌های شخم زده، خیابان‌هایی که فاقد فاضل آب مناسب و دریاچه‌ای از فاضل آب را در کنار منازل خود ساخته، از خرابی‌هایی که روزگاری رزمندگان اسلام برای دفاع از ایران اسلامی در آن می‌جنگیدند، ولی حالا از بی‌تدبیری و بی‌عدالتی دولت شما به تصرف مردم فقیر و بی‌خانمان درآمده و در آن علیه فقر می‌جنگند. از خانه‌هایی که در گرمای 55 درجه فاقد سیستم خنک کننده، از خیابان‌هایی که فقر و مظلومیت از دیوارهای آن خارج می‌کنند، از مردمی که قادر به خاطر خرمشهری دیده بگشا ای به شهد مرگ نوشینت رضا، دیده بگشا بر عدم. آی سامری خیلی یک دقیقه گذشته. تامین غذای مناسب نیستند و صورت خود را با سیلی سرخ می‌کنند. از مردمی اگر نبودند، شما رئیس جمهور نبودید تا شعار عدالت را زیر سوال ببرید، بازدید کنید. شاید عرق شرمتان شما را بیدار کند تا به فریاد مردم مظلوم خرمشهر برسید. خیلی ممنون. تنها بیمارستان این شهر به اندازه یک درمانگاه شما در تهران مجهز نیست و تمامی دستگاه‌های آن یا آنقدر قدیمی اند که توان تشخیص بیماری ها را ندارند یا در اثر خرابی از کار افتادند. کمبود پزشک، پرستاران امان مردم خرمشهر را بریده. اختلاف به
رسیده، اما بی تفاوت هستید آقای رئیس جمهور و فقط شعار توسعه رو میدهید. خواهش میکنم و شما را در مقابل خدا و قرآن و دست و پاهای قطع شده که 24 سال سپر بلا بودن و عاقبت آنها این شده که اصل قرار میدم. خواهش میکنم فریاد مظلومیت خرمشهر را گوش کنید، فریاد مظلومیت خرمشهر را گوش کنید، فریاد مظلومیت خرمشهر را گوش کنید. تا به کی مردم مظلوم خرمشهر باید تاوان جنگ تحمیلی را به تنهایی بپردازند؟ جناب آقای احمدی نژاد، درسته که بهارتون خزون شده، ولی لااقل به حرمت خون مقدس شهدای خرمشهر و مردم مظلوم آن در خرمشهر حاضر می شدید تا از نزدیک شاهد محرومیت این شهر ثروتمند که در اثر بی تدبیری، بی عدالتی و دروغ‌های طنزگونه دولت شما باشید. اعتراض به خارج کردن خرمشهر از لیست مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، جناب آقای احمدی نژاد، با کدامین معیار خرمشهری که رتبه 1 بیکاری ایران را دارد، خرمشهری که بیماری‌های کشف نشده دنیا بر اثر نبود امکانات بهداشتی و درمانی در آن کشف می شود، خرمشهری که مردم مظلوم آن هنوز جنگ زده هستند را از لیست مناطق محروم خارج کردید و آن را در ردیف شهرهای مرفعی همچون تهران بزرگ، اصفهان نصف جهان و کلان شهرهای دیگر شمردید. این در حالی است که مردم برای ساختن یک ساختمان 100 متری بایستی 20 الی 50 میلیون ریال بابت بیمه عوارض مانند شهرهای توسعه یافته بپردازند. خواهش میکنم از مسئولین اجرایی مملکتی انقدر مردم خرمشهر رو تحقیر نکنید. مردم خرمشهر مظلومن. آخه چرا باید به خرمشهر فقط یک سوزن تسکین بدید و هر دولتی که اومده هیچ کاری در حق خرمشهر انجام نداده؟ فقط 3 خرداد خرمشهر را میشناسید، ادابازی در میارید که خرمشهر نگین ایرانه، خرمشهر پای تخت ایثاره، خرمشهر فلانه، خرمشهر فلانه، ولی هیچ کاری در حق خرمشهر انجام ندادید. خیلی ممنون. خواهش میکنم آقای رئیس جمهور، اگر صدای بنده رو میشنوید به داد خرمشهر برسید، به داد خرمشهر برسید، به داد خرمشهر برسید و فقط شعار توسعه را در خرمشهر ندهید. خیلی متشکرم، ممنون. خیلی ممنون و متشکر. خیلی خوب، حالا دیگه در هر صورت همکارای ما بعضاً گرفتاری‌های واقعی که وجود داره میگن در محدوده حوزه‌های انتخابیشون، بعضی جاها یه مقدار خلاصه درشت‌نمایی میشه، اینکه دولت‌ها کاری نکردن که خب کم لطفیه، کار زیاد شده، همت زیاد شده، شما هم خیلی زحمت کشیدین اما کافی نیست، باید دنبال بشه انشاءالله. تا حالا امیدواریم که مسئولین اجرایی هم استماع کرده بودن، بیانات رو استماع کرده باشند و انشاءالله دنبال بکنند. خب ما تذکرات شما فرمودید دیگه، تذکرات کتبی رو بله چشم، میشینه با هم صحبت میکنیم.